به نظر شما فوندهای آماده بهترین است یا یک فوند دستسازی که مخصوص یک برند طراحی شده باشد؟ قبل از اینکه شما جوابها رو در کامنت ها بنویسید، لطفاً صفحه ما رو فالو نمایید تا روند ساخت مرحله به مرحله برند لوگراف را از دست ندهید. من تصمیم گرفتم به جای استفاده از فوندهای آماده یک تایپوگرافی دستساز برای برند لوگراف بسازم. باعث می شود برند من هویت یکتایی داشته باشد و هیچ کسی دیگر دقیقا همچین استایلی را نداشته باشد.